سلام و درود به همه دوستداران ورزشی رقم اول و پیگیر کنندگان برنامه ترانسفر در عمل. ما در برنامه خویش چون ترتیب از سخنها سر گزارش های ترانسفری با اشتراک فوتبال بازان تاجیک شروع میکنیم. اول آنکه گپ هرچند سری بازگشت دومباره ایگور چیرفچنکو به استقلال کم نبود، ولی این تیم رسما از رفتن چیرفچنکو و ستادش خبر داد. چطور صحیفه رسمی قهرمانان تاجیکستان خبر می‌دهد بعدی با آخر رسیدن مهلت شرطنامه ها سرمربی باشگاه ایگور چیرفچنکو، مربی کلان یوری باتورینکو، مربی الیشیر توختایف و طبیب ریابیلیتولوگ لیلیا سیدورکینا دسته را ترک نمودند. این هم از آن میگوید که اکنون ستاد مربیان دسته قوی‌ترین وطن با پورگی نو می شود. اگر به کارنامه فوتبال بازان منتخب در تیم‌های خارج حرف زنیم، بعد جام آسیا در قطر دفاعگری پرسپولیس ایران وحدت حنانوف دسته‌های خریدار پیدا کرده است. یکی از آنها سئول کره جنوبی می باشد. در صورت جانب به موافقت رسیدن وحدت می تواند با جسی لینگارد سابق فوتبال بازی منچستر یونایتد در این دسته بازی کند و چند عکس خاطرمان هم گیرد. از میان مربیان فوتبال تاجیک باشد سابق فوتبال باز تیم ملی تاجیکستان رستم عثمانوف و هیئت مربیان روبین دو زیر راهبری متخصص ترکی گوکدنیز کارادنیز شامل گردید. عثمانوف در این دسته همچون مربی آمادگی جسمانی کار خواهد کرد. امید بمانیم که این مربی تاجیک بعد آموختن فعل ترکان در دلها دسته بعدیش فوتبال را به سطح نو میبرارد. ولی گپ از همه اساسی ترین این پیدا کردن دسته نو از جانب بازیگر کوکتاش است. الیشیر شکوروف اخیراً بعد جام آسیا در قطر به اروپا رفت. قرارداد همکاری میان بازیکن جوان تاجیک و باشگاه دینامو از تفلیس 2 سال را در بر خواهد گرفت. چطور خبر داده می شود الیشیر علاقه از معاینه تیوی دینامو گذشته به طور رسمی چون بازیگر این تیم اعلان شده است. در علاوه باید گفت که از میان تیم‌های بنیادکار نصف و استقلال دوشنبه و اخیراً دیناموی تفلیس را قبول کرده است. امیدواریم که شکوروف هم به مثال بازیگران دیگر پرنده موسمی نشده بلکه به مثال عمر بایف مدت‌های طولانی در فوتبال آنجا اروپایی می شود. اگر گپ را اطراف ترانسفرهای داخلی ادامه دهیم به صف خوجند بازیکن 27 ساله ازبکستانی اسلام تاشپولاتوف پیوست. اسلام تجربه بازی در هیئت دسته‌های نفتچی، سرخان و قزلقم را دارد و در خط میانه میدان هنرنمایی می‌کند. یک ترانسفر دیگر فوتبال بازی تاجیک به اروپا در برابر شکوروف این رفتن حمله‌ور 20 ساله تاجیک ارتور فوزیلوف با باشگاه اسپانیایی پرتوینسه از دیویزیون پنجم در منطقه اندلوسیا می باشد. ارتور فوزیلوف دستپرور ریگاری تداز بوده موسم گذشته در حاصلات فرخار هنرنمایی نموده است. ارتور با این دسته قرارداد 6 ماه به امضا رسانید و پس از 6 ماه به یکی از دسته‌های دیویزیون سوم اسپانیا می‌گذرد. موفقیت به ارتور و مهمتر از همه دیویزیون ها باید آنجا برای فوتبال بازی ما بالا شدن گیرند. بازیکن ازبکستانی خورشید اولیم باشد به صف استرافشان برگشت. خورشید سال 21 نیز در هیئت استرافشان بازی می نمود و همکنون بعد از 2 سال دیگر باره به صف دسته برگشته است. همچنین دروازه‌بان دلیر براتوف نیز به مشق‌های دسته جمعی استرافشان همراه گردیده است. در این برابر محمد علی عزیزبایف و جواهیر رسولوف در صف تمرین‌های دسته استرافشان قرار دارند. دروازه‌بان تیم امید کشور سوراب خوجا یوسف باشد فعالیت کاریش را منبع در دسته اسخات ادامه می‌دهد. اگر تاجیکان ما به گرجستان و اسپانیا رفته باشند سابق بازیگر اسپارتاک مسکو استان اورونوف باشد با پرسپولیس ایران قرارداد به امضا رسانید. همزمان بازیگر دیگری منتخب ازبکستان که یک زمان در النصر با رونالدو بود جلالالدین مشرپوف به صف استقلال ایران پیوست. همزمان صحیفه رسمی دسته روشن کلوب از بستن قرارداد همکاری 1 ساله با فوتبال باز اسخات بختیار ظریفوف خبر داد، اما دسته اسخات و فوتبال بازی مذکور این خبر را رد کردند. روشن باشد به یگان رد کنی کسی دیگر با مسرور قیام‌الدینوف و رحمتشاه رحمتزاده قرارداد همکاری را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. یک نفر دیگری که باید به صف روشن بیاید این فوتبال بازی دسته شریف مولداویا یوگنی آنچا می باشد. بازیگر 28 ساله مولداوی موسم گذشته در هیئت دسته
فلارشتی از سوپرلیگ مولدووا در 8 بازی به میدان آمده است. خلاص که نوبت دیرکتوری روشن غیرتعلی میرحمدوف با چند اوکراینی و یک مولدوان و چند بچه‌های خودی دیگر باید که صدا را در چمپیونات از پیشتر بلندتر کند. در یوروفوتبال باشد بر زمین گپوکار امیو با وردر بازیگر فروخت. این هم نمایشگر 19 ساله ایساک هانسن آراینا می باشد که با مانیکانیو شرطنامه‌اش تا آخر موسم جاری بود. با قول تلگراف جانب‌ها در مورد تمدید کنی مهلت شرطنامه و طلبات‌های بازیگر عاید معاش به توافق رسیدن نتوانستند یا خود با زبان عامه‌فهم گپی بینشان نپخت و بازیگر ناچار از دسته بیرون رفت. عاید شرط‌های مالیوی قرارداد با وردر باشد خبر داده نمی شود، ولی امیو دارای امکانیت گرفتن چند پول از فروش دیگر برای این بازیگر خواهد بود. همچنین تیم منچستری طبق شرطنامه حق دارد که از وردر با دلخواه پیشنهاد نسبت این بازیگر به ارتباط برآید. هانسن آراینا به صف امیو سال 2020 گزارش انجام داده بود، ولی در تیم اولیه یگام بازی هم نگذرانید. عجیب است که انرژتیک دسته تنخاگ را ندیده با آلمان رفت. چطور من هم یک عمر در برتنگ بودم و کل سریز را ندیدم. دسته لندنی کریستال پلس باشد بر عوض 18.4 میلیون پوند استرلینگ نیمه‌نهایی منتخب انگلیس یو20 آدم وارتون را از بلکبرن راورز خریداری کرد. این نیمه‌نهایی جوان دسته چمپیونشیپ را ترک نموده با تیم نوش در پرمیر لیگ انگلیا مهلت 5.5 سال شرطنامه بست. شورای BBC خبرکشی می‌کند بهره آوردن فوتبال بازی منتخب انگلیا یو20 پلس 18 میلیون پوند پرداخت و باز 4 میلیون دیگر میتواند در شکل اضافه پولی‌ها پرداخت نماید. موسم جاری در حساب وارتون 3 پرتافت گلی در 26 بازی چمپیونشیپ میباشند. با آمدن نزد بابای خوشسان به پلس این بازیگر باید که از تجربه فوتبالی درسی عبرت بگیرد. همزمان در پرمیر لیگ انگلیا باز یک دسته دیگر بحرانی با نام بیورلی کمپانی در بازار فعال شد. دسته از چمپیونشیپ آمده دفاعگر 21 ساله ماکسیم استو را از مونپلیه به اجاره گرفت. مهلت اجاره این بازیگر از لیگ یکم فرانسه تا آخر موسم جاری بوده. با یک گفته این اجاره را می توانند دراز کنند. در موسم جاری چمپیونات فرانسه استف 12 بازی و 1 گل دارد، ولی در بیورلی با چنین رنگ و حال باید که هم رقیبان را گلزنی نماند و هم با استفاده از فرصت خود گلزنی کرد. نماینده شهری لیورپول در پرمیر لیگ انگلیا اورتون باشد میسون هالگیت را از اجاره از ساوثگمپتون باز خواند و به تیم دیگری پرمشکل با نام شفیلد یونایتد روانه نمود. این هم دفاعگر بوده نیمه اول موسم را در چمپیونشیپ در صف ساوثگمپتون گذرانید، ولی از جانب اورتون سفر خدمتی به سمت دیگر گرفت. فوتبال بازی 27 ساله 5 بازی در چمپیونشیپ گذرانید، ولی به یگان عملی نتیجه بخش از میدان بیرون شد. برای شفیلد هم در این دور زمان عملهای نتیجه بخش هرچی بیشتر ضرورند و با آمدن به اینجا باید از نیروهای فوق‌العاده نیز کار برد. بعد گفتن کارهای بازاری دستای پایانتر از تاپ 10 گانه بهترین لیگ دنیایی، اکنون به دوادوی ترانسفری پولدارترین دسته‌های وطنداران فوتبال کاردار می‌شویم. گپ البته که سری چلسی لندن می‌رود که یک تا صف اساسی را تازه می‌کند. این نوبت اندری سانتوس به اجاره به استراسبورگ روان کرده شد. سروان دسته منتخب برزیلیا یو23 و مهلت تا آخر موسم جاری به فرانسه رفت و الکی 11مین بازیگر برزیلی در تاریخ این تیم گردید. این موسم سانتوس در صف ناتینگهام فارست بازی کرد و به خاطر داشتن وقت‌های کمتری بازی از آنجا باز پس آمد و به اجاره و فرانسه رفت. این نفر 19 ساله تا به حد ضروری در تاپ 5 چمپیونات‌های اروپایی تجربه نگیرد، چلسی او را به زودی در حقیقت جا نمی کند. لیورپول کلاب باشد این زمستان برعکس انجام دادن خریدارهای نوین باز یک نفر دیگر از دسته جواب داد. این هم بیلی کومتیا می باشد که به اجاره
و بلکبرن راورز تا آخر موسم جاری رفت. دفاعگر همچنین در صف دیونکرک در لیگ دوم فرانسه بازی میکرد. این دفاعگر مرکزی 21 ساله هم باید تجربه بیشتر گیرد و بازیگر فرانسوی هم تا روز 31 می سال 24 در چمپیونشیپ تلاش میکند که از خود سر و صدا بلند کند. چطوری گفتیم نیمه اولی موسم کومتیو در لیگ دو بازی کرد و همچنین در صف اوستریا نیز میدانداری کرده است. تا رسیدن به سطح بازیگری لیورپول باید که عرق جبین ریخت و از اجاره به اجاره تجربه زم نمود. گپ اگر سمت فوتبال اسپانی پیچد، ویلیاریال با برتراند تراوره تا آخر موسم شرطنامه بست و این بازیگر هم پیش از این با استون ویلا شرطنامه را قطع کرد. بازیگر کناری 28 ساله این موسم را باید در صف سوبمارین زرد جنبست کند. موسم 23-24 برتراند تنها 2 بازی در انگلیس گذرانید و همگی بازیش 10 دقیقه را تشکیل داده بود. از این رو قرار کرد که در کشتی زیرآبی زیر طوفان‌های بحری غرق نشود. همه کار درست خواهد بود. دسته دیگر اسپانیا با نام سویلیا باشد. در قیاس با ویلیاریال این موسم نه آنقدر حال خوب دارد. سویلیا باشد در افزانه زمستانه ترانسفری حمله‌ور تاتنهام هاتسپور الخو ویلیز را تا آخر موسم به اجاره گرفت. حمله‌ور 20 ساله به حق خریداری به اسپانیا به اجاره آمده به صف تاتنهام باشد. از رساریا سنترال ماه آگوست سال 23 پیوست. در دایره بازی‌های پرمیر لیگ انگلیا او 8 بازی دایر کرد و 1 گل به ثمر رسانید. این هم نه برای پر کردن آمار لندنی هاست ولی برای کمک برای سویلیا هم باید که گل ها را بیشتر کرد. در ایتالیا باشد میلان شاک تراوره را با پالرمو به اجاره روان کرد و بعد انجام اجاره آخری موسم میتواند او را بر عوض 10 میلیون یورو فروشند. چطور ژورنالیست جانلوکا دی مارسو خبر میدهد جانبی رسانه‌ای بر ضمن 10 میلیون گفتگی باز 15% مبلغ از فروش ماده بازیگر را خودی میکند. همچنین نسبتی بازیگری واروایی تیم‌های وست برامویچ و لازانا مراخ ظاهر کرده بودند. موسم جاری تراوره در سری آ 2 بازی و 1 گل دارد. از این رو بهترش رود در سری ب نتیجه ها را به قول ساز کند و بعد بیاید در سری آ گپ زن شود. نماینده دیگری سری آ با نام ویرونا باشد. در نوبت خود دستپروری بارسا ژوردین باول را بر راسینگ فرستاد. دستپروری بارسا به تیم راسینگ از سانتاندر پیوست و تیم ایتالیایی هم از برایش یگان تنگه جبران پولی نگرفت. موسم جاری در حساب بازیگر 24 ساله 11 بازی و 1 پرتافت گلی در سری آ می باشد. 3 ترانسفری دیگر انجام داده ویرونا باشند چنینند: حمله‌ور استفان میتروویچ از سروینا زvezda خریداری شد، دفاعگر فابیان سانتون از نانت آمد و حمله‌ور کارول سویدریاک از شارلوت تشریف آورد. همچنین باشگاه از گرانینگهم نیم‌هویگر توماش سوسلوو را به دست آورد. خلاص که با این قدر آدمان نو باید که این نتیجه ها هم نو شوند. گپ را اگر دراز نکرده و سمت آلمان خوش صفت بریم، از آنجا سابق دفاعگر 35 ساله باواریا جروم بواتینگ بیکار ماند و به سالرنیتانا رفت. او 6 ماه باز به باشگاه بود. از سالرنیتانا باشد فیلیپو اینزاگی چند پیش جواب داده شد. مولتی شرطنامه با بازیگر 35 ساله سابق باواریا و منتخب آلمان 6 ماه را در بر گرفته. در نبودی تجربه 6 ماهه و فوتبال بازان سابقه دار باوری همین قدر است. باشگاه اخیری جرام باشد لیون بود که از آنجا او چون فوتبال باز آزاد روز 1 یولی سال 23 کنار رفته بود. تیرماه سال 23 باشد با اتنگ نزدیک بود که به باواریا بازگشت کند و حتی از معاینه طبی هم گذشت، ولی میونخنی ها در آخر از دعوتش دست کشیدند. این هم بازیگر است که 10 سال باز در باواریا بازی میکرد، ولی این نوبت با سبب های ناراضگی مخلصان و عیب دارشوی باتنگ در خشونت اویلوی او به گراند آلمانی نپیوست. حیات با همین تمام نشده و اکنون در ایتالیا تجربه نشان میدهد.
بروسیای دورتموند باشد یولیان ریکخوف را به ایاکس بر عوض 2.5 میلیون یورو فروخت و دفاعگر هنری بلانک را به زالتسبورگ با نرخ 7 میلیون یورو روان کرد. همین طریق دورتموندی ها با دو بازیگر خیر خوش کردند. به صفحه ایاکس دست برای این تیم یولیان ریکخوف برگشت. حمله‌ور 19 ساله با هلندی ها شرطنامه تا تابستان سال 27 امضا نموده، آن میتواند به یک سال دیگر دراز کرده شود. همچنین دورتموندی ها به ارب زالتسبورگ دفاعگر هنری بلانک را روان کردند. بازیگر 19 ساله با تیم نوش شرطنامه تا سال 28 امضا کرد. شبکه فیل د وال خبر می‌دهد بهره گسیل هر دو این بازیگر زنبورها همگی 9.5 میلیون یورو کار کردند. خلاص که پول اصل زمستانی هم خود به خود جمع شد. در آلمان تغییرات دیگری کادری این آوردن بازیگری PSG از جانب اینتراخت فرانکفورت است. یوگو اکیتیک از PSG با حق خریداری با آلمان آمده. مبلغ عمومی گزارش قریب 30 میلیون یورو می باشد. باشگاه آلمانی هم عاید امضاکنی شرطنامه با بازیگری 21 ساله اعلان نموده. حمله‌ور موسم قبلی 3 گل و 4 پرداخت گلی از 25 بازی‌های چمپیونات فرانسه با آمار گرفته بود. تغییرات دیگری کادری مربوط به فوتبال فرانسویان با موناکو داخل دارد. این دسته حمله‌ور میران بادو را به اجاره به تونت روان کرد. حمله‌ور با همین تا آخر موسم در اردیویزی خواهد بود. فوتبال بازی 23 ساله اصلا دست برای تیم ازد بوده. در فرانسه باشد از سال 21 بازی میکرد. موسم جاری در حساب بادو 9 بازی و 1 گل در لیگ یکم است. اکنون با برگشت به فوتبالی برای شناس میتواند آمارها را باز هم بهتر نماید. سخنان آخرین برنامه امروز به فوتبال فرانسویان داخل دارند. در آمد گپ المپیک لیون نیمه‌نهایی ناتینگهم فارست ارل منگالیا را بر عوض 10 میلیون پوند و حقوق خریداری 15.3 میلیون یورو به دست آورد. اجاره چطوری گفتیم 10 میلیون پوند ارزش داشته، همچنین 15 میلیون دیگر جمعی 3 میلیون پوند علاوه پولی ها باید برای خریداری ها پرداخت شوند. منگالیا در صفی ناتینگهم فارست از سال 22 برآمد کرده. این بلگیایی 25 ساله در موسم جاری پرمیر لیگ انگلیا در 20 بازی 1 گل دارد. لیل باشد یک باره 2 بازیگر منتخب پرتغالیا U21 مرایش و فرناندش و همچنین ایلیچ را شامل تیم کرد. به صفی دسته فرانسوی حمله‌ور اندری ایلیچ 23 ساله از سربیا همراه شد که بیشتر در والرینگا برآمد میکرد. بازیگر 9 گل در 13 بازی لیگ اولی نروژ داشته. در فرانسه شرطنامه تا سال 27 دارد. باز یک بازیگری دیگری نوی فرانسویان تییاگو مرایش است که بازیگری دسته جوانان پرتغالیا با ویشتر را ترک نمود و با لیل شرطنامه تا سال 28 امضا کرد. همچنین صفی لیل را رافائل فرناندش پره نمود. دفاعگری 21 ساله منتخب جوانان پرتغالیا در صفی اروکا بازی میکرد و موسم جاری 11 بازی انجام داد. شرطنامه او باشد با تیم نو تا سال 28 است. با وجود این به سراگوسا تا تابستان دفاعگر اکیم زدات روان گردید که این موسم در جام فرانسه و لیگ کنفرانسیه ها بازی میکرد. خلاص که با تکیه به نیروی جوانان لیل یک وقت قهرمان هم در فرانسه صدا بلند میکند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.